فرح دیبا میشناسند. ایران بودم. مرا شهبانوی ایران خطاب میکردند. در تاریخ 16 ژانویه 1979 بود که زندگی من در تبعید شروع شد. ما با هلیکوپتر از قصر سلطنتی به فرودگاه رفتیم. هوا خیلی سرد بود و چون بیشتر کارکنان فرودگاه اعتصاب کرده بودند، فرودگاه کاملا خالی بود. تنها چند افسر ارتش و چند غیر نظامی در فرودگاه دیده می شدند. یکی از این افسران جلوی پای همسر من زانو زد و از او تقاضا کرد که کشور را ترک نکند. We first stopped in Egypt and President Sadat had received us, had asked us to come there. It was very hard because we had lived. اولین توقف ما در مصر بود. انور سادات رئیس جمهوری مصر از ما دعوت کرده بود که به مصر برویم. زندگی در تبعید بسیار مشکل بود، زیرا تا آن موقع ما در شرایط متفاوتی زندگی کرده بودیم و اکنون ناگهان باید در مورد مسائل مختلفی تصمیم می گرفتیم. اینکه کجا برویم، چه کار بکنیم و بچه‌های ما باید چه کار کنند. پس از ترک مصر به دعوت سلطان حسن پادشاه مراکش به این کشور رفتیم. در این موقع دولت نخست وزیری که همسر من او را انتخاب کرده بود سقوط کرد و همین موضوع برای سلطان حسن دردسرهای ایجاد کرد و در نتیجه ما ناچار به ترک مراکش شدیم. That is when all the problems and difficulties happened because we didn't know till the last moments where we can go, where we can be accepted. مشکلات واقعی ما از این زمان شروع شد، چون تا آخرین لحظه نمیدانستیم کجا میتوانیم برویم. بسیاری از کشورهایی که با ما دوست بودند به دلیل اینکه نمیخواستند با رژیم و دولت جدید ایران گرفتاری پیدا کنند، حاضر نبودند ما را بپذیرند. این حقیقت بسیار تلخی بود. به همین جهت ناچار شدیم به باهاماس برویم و در آنجا بود که اخبار قتل‌ها، ترورها و به زندان افتادن مردم توسط رژیم جدید ایران را هر روز می‌شنیدیم. وقتی می‌دیدیم که یک چنین بدبختی‌هایی در مملکت خود ما اتفاق می‌افتد، بی‌نهایت متأثر می‌شدیم. اسم جزیره‌ای که ما در آنجا زندگی می‌کردیم، جزیره بهشت بود، ولی برای ما حقیقتاً زندگی در جهنم بود. I still keep hope that one day I will return to my country because من هنوز امیدوارم که روزی بتوانم به وطنم برگردم، زیرا با عشقی که به کشورم دارم از هر نظر خود را ایرانی حس می کنم و به فرهنگ و تاریخ وطنم احترام می گذارم. من بیشتر از کسانی که در حال حاضر بر کشور من حکومت می کنند حس می کنم ایرانیم. I feel more Iranian than those who are governing my country now.